همچون درختان دوست دارم من زمین را، همچون پیران دوست دارم زندگانی و زمان را. چون گل ورتاج دارم دوست آفتاب و نور آن را. دوست دارم من زمین را چون درختان، دوست دارم زندگی را همچون پیران. باشد که هر لحظه عمر خویش را دوستدار باشید. درود و پیام پر از مهر و محبت ما را بپذیرید. بعد 4 ماه سکوت برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می‌بخشیم. مهمان امروزی برنامه ما دکتر علم‌های فیلولوژی استاد عزیزمان پروفسور زمیره الماسова. استاد عزیز خوش آمدید میگویم به برنامه آفتابباران. میخواستیم در برنامه امروزه که اولین مراتب در سال 2021 ثبت میگردد صحبت رو با شما آغاز کنیم و در برنامه امروزه میخواستیم بابت نگاه شاعران تاجیک به اشعار استاد لایق فکر و اندیشه های علمی خویش را بیان میکردید. سلامت باشید مهر جان. وقتی که ما استاد لایق میگوییم پیش از همه چهره های نمایان ادیبان معاصر تاجیک به مانند استادان ابرمرد میرزا ترسونزاده و مومن قناعت، حبیب الله فیض‌الله و امین جان شکوهی، غفار میرزا و چند نفرهای دیگر که برای ادبیات معاصر تاجیک خدمت شایسته نمودند پیش نظر می آید و همیشه ما درباره آن نفرانی که دایر به لایق شعرعلی فکر و عقاید خود را بیان کردند ابراز عقیده کردنی هستیم و گفتنی هستیم که دایر به ایجادیات لایق شعرعلی اولین مراتب استاد ادخان سیف‌الله در ارکان سخن و بعداً چند محققان دیگر به مانند مصباح الدین نرزقل، باورجان رجبوف و کمال از شاعران کمال نصرالله و گلنظر و از محققان علم تاریخ و مؤرخ عثمان جان غفارов، کریم عبدالله و چند نفران دیگری هستند که دایر به ایجادیات لایق شعرعلی اینقدر تحقیقات های مبرم و موشکافانه کردند که امروز برای علم ادبیات شناسی زمینه بسیار مستحکمی خود را گذاشتند. و من فکر میکنم که اولین بار من درباره فکر و عقاید گلنظر که کتاب با نام لایق چون لایق آفرید و این کتاب من باید بگویم گلهیا جان که در وقت زنده بودن استاد لایق ایجاد شده بود و وقتی که به ورود این کتاب نگاه میکنیم خود گلنظر میگویند که من نه همچون محقق، من نه همچون مؤرخ فیلسوف بلکه همچون نگاه شاعر به شاعر کردم در این کتاب و در این کتاب خاطره یادداشت و همه آن روزهایی که همراه لایق گذرانیده بودند از دوران دانشجویی تا دورانی که هر دو در اتفاق نویسندگان فعالیت کردند در اینجا سطرهای بسیار پرمهر، محبت نامه های بسیار والا از طرف گلنظر گفته شده است و در برابر این وقتی که گلنظر میگوید که من عالمانه نه بلکه شاعرانه سخن میگویم ولی که به محتوای این اثر نگاه میکنید در آنجا درباره تحقیقات یا اینکه تحلیل های شاعرانه گلنظر دیده می شود که آن عالمانه هم هستند. وقتی که ملت تاجیک به استقلالیت و خودآگاهی ملی رو آورد و وقتی که رو به خودشناسی ملی آورد نگاه هم خواننده، هم شاعر، هم فیلسوف، هم مؤرخ به ادبیات تماما دیگرگون گشت و من باید بگویم که وقتی که شعرهای لایق شعرعلی را
به دو دوره تقسیم میکنیم و میگوییم که شعرهایی که در دوران شوروی ایجاد کردند و شعرهایی که در زمان استقلالیت ایجاد کردند آنها تفاوت دارند بین همدیگر و من گفته می توانم که تفاوت آنها چندان بزرگ هم نیست، زیرا جسارت ادبی لایق شیرعلی را نه تنها گلنظر بلکه عبدالنبی ستارزاده، بلکه عطاخان سیفاللویف، مصباح‌الدین نرجقل و کمال نصرالله چند نفران دیگر جسارت ادبی لایق شیرعلی را در اثرهای خودشان انعکاس کردند و یکی از جسارت‌های ادبی لایق شیرعلی این بود که در زمان شوروی استفاده بردن کلمه هایی که وابسته به دین و آیین هست و در آن زمان گفته آنها یا اینکه در اشعار خودشان انعکاس کردن یا تصویر کردن این گونه کلمه ها ممنوع بود، از طرف لایق شیرعلی این اولین مراتبه به راه مانده شد و وقتی که ما میگوییم که شعر لایق را میخوانیم و در آنجا یعنی در زمان شوروی میبینیم که کلمه های هفتیک، کلمه های پیغمبر، کلمه های آیت از قرآن و واژه های محمد، این واژه های هستند که در آن زمان قدرت نویسندگی باید داشت که در آن دوره باید که آنها را انعکاس میکردند و این قدرت و این ارادت در لایق شیرعلی بود و همین طور هم شد که لایق شیرعلی توانست که با همین استفاده کلمه ها محبوبیت خود را، صادق و صمیمیت خود را به تاریخ ملت خودش گذاشته باشد و وقتی که نگاه به تاریخ میگوییم لایق شیرعلی توانست که باز جسارت ادبی پیدا کند و آن واقعه های تاریخی که در دوران شوروی شده است و آن خطاگی های تاریخ را که در زمان شوروی به میان آمده است که این هم در نظر است تقسیم بندی حدودهای کشور و این در نظر است آن وقایع تاریخی که در زمان شوروی گفتن آن امکان ناپذیر بود و این جسارت ادبی از طرف استاد لایق در همان زمان به میان آمده است که این گونه واقعه ها را در شعر تصویر کردن ممنوع بود و همین طور هم می شود که استاد لایق هم درباره استاد عینی هم درباره مورخ برجسته تاجیک بابا جان غفورов فرزند فرزانه ملت و درباره علامه احمد دانش درباره چند نفرهای دیگر معلومات می دهد که همه این معلومات ها و این تحلیل های شاعرانه و گویم عالمانه در کتاب گلنظر بود و گلنظر واقعه های را در اثرش انعکاس می کند که آن از ایام دانشجویی گفتیم ارتباط داشت و آن واقعه ها از آغاز به عضویت اتفاق نویسندگان شامل شدن لایق شیرعلی آغاز می شود و متاسفانه تا مرگ آن به انجام می رسد و در چند خاطره های خودش گلنظر می گوید که من این کتاب را هنوز در وقت زنده بودن استاد لایق ایجاد کرده بودم و چند مراتبه به آن مراجعت کردم که این کتاب را بار خوانده باشند و فکر و عقاید خود را گفته باشند ولیکن خاکساری استاد لایق را ببینید گلحیا جان که استاد لایق در وقت زنده بودنشان از این پرهیز کردند و به مانند دیگر مثلا شاعرانی که خود را شاعر حساب می کنند ولیکن در بین خوانندگان خود معروفیت ندارند
و لایق تنها توانست که از بین هزارها و چند نفرهای دیگر محبوبیت پیدا کند در بین خوانندگان خودش و با این بزرگیش او خاکسار هم بود و بنابر همین هم استاد گلنظر میگوید که متاسفانه چند باری که من برای خواندن مراجعت کردم به استاد لایق، ولیکن او باری هم این کتاب را نخواند و تنها گفت که من عکس‌های را پیشنهاد میکنم، مخصوصا عکس مادرم را پیشنهاد میکنم که دوره جوانی من را و دوره جوانی میانسالی مادر را فرا گرفته است و همین گویم فکرها و عقیده های گلنظر بود دایر به حیات، ایجادیات و فعالیت ادبی استاد لایق. تشکر استاد. واقعا نفران بزرگ در حقیقت هم خاکسار می شوند. در یاد داشته باشید سال 2018 بود برنامه شمیم 18 برنامه شمیم از میلیون از افیری سیمای مستقل یکم پخش می گردید. وقتی که در برنامه جنبستی بود با استاد فرزانه صحبت داشتیم، گفتن آن نفران بزرگی هستند از جمله استاد لایق هستند که باید درباره آنها نیز شما صحبت کنید، برنامه تشکیل کنید و برنامه آفتابان با اقدام استاد فرزانه با تشبث آن کس تشکیل گردید. تاکید کردند که استاد لایق در وقتی زنده بودن خاکساری بودن و آن چیزی که شما گفتید آن کس تاکید کردند که از آن سبب که حاضر با ما نیستند ما باید هر لحظه آن کس را یاد کنیم. برای آنکه استاد فرزانه نیست از یکی از شاگردان بهترین استاد لایق به حساب می روند و بنابر همین هم در ایجادیات و هم در خصلت خود پیروی استاد عزیز خودشان هستند. بله. خب استاد تشکر. خب کدام موضوع هایی هست که حالا به رشته تحلیل کشیده نشده است، تحقیق نشده است از اشعار استاد لایق؟ از اشعار استاد لایق دو بیتی ها، رباعی ها مخصوصاً به پورگی به رشته تحقیق کشیده نشده است. من در نظر دارم در علاهیدگی اگر گوییم که درباره استاد لایق، پوبلیتیستیک استاد لایق یکی از ادبیات شناسان جوان ما باقرجان رجبوف کار کردند، این درست است. وقتی که ما میگوییم که دایر به غزلیات استاد لایق عبدالنبی ستارزاده کارهای بسیار بزرگ و محتشم کردند، این گویم حسن قبح غزل را برای ما افاده نمودند و برای علم ادبیات شناسی یک گویم گام بزرگ خود را گذاشتند و در عموم اولا استاد محمد جان شکوری بودند که در بعد از استقلالیت ملی را به دست آوردن تاجیکستان گفتند که در ادبیات شوروی تاجیک استاد لایق بود که آن کس نوآوری پیدا کردند در ادبیات شوروی تاجیک و موضوع و محتوای ادبیات بعد از استقلالیت ملی را به دست آوردن تاجیکستان تماما دیگرگون شد و نگاه عالمان نیز به ایجادیات لایق شیرالی تماما دیگرگون هم شدند از یک جهت و من فکر میکنم که کتیبه ها، دو بیتی، رباعی، این ژانرهای ادبی هستند که از نگاه عالمان به پورگی آموخته نشده است. یعنی برای محققان جوان، آن نفرانی که مثلا کاری علمی کردن میخواهند، یعنی موضوعهای زیادی هست که از اشعار استاد لایق تحقیق کرده شود. این درست است. تا حتی ترجمه های استاد لایق را در علاهیدگی تحقیق کردند عالمان جوان، ولیکن کتیبه، نوشتجات های روی سنگی و رباعی و دو بیتی که استاد لایق شیرالی آن را از نو احیا کرده بود، آن به پورگی به سلک تحقیق کشیده نشده است.
تشکر زیاد استاد عزیز، بسیار صحبت صمیمی بود. اطمینان دارم که در سال 2021 نیز با اشتراک شما و ادبیات شناسان و محققان دیگر سلسله برنامه‌ها تشکیل نموده با بینندگان گرامی خود پیشنهاد خواهیم ساخت. بار دیگر خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید گلهای جان. از حضور شما امروز و همه روز در برنامه‌های دیگر نیز شاد خواهیم شد. خوش آمدید. الو شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الو شوری دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. به زیر سنگ های ثابت و سیار گردون ها، الو البرز پا بر جا مرا تو زنده خواهی داشت. بینندگان عزیز، منظور شما بخش آهنگ شعر لایق. مهمانی امروزی برنامه ما یکی از سرایندگان شناخته که از شعرهای استاد لایق فراوان استفاده برده اند. طاهر حجت طاهرов می باشند. خوش آمدید میگوییم با استودیوی ما و میخواستیم امروز با سرودهای دلانگیز طبع بینندگان ما را بالیده سازید. در آغاز برنامه، در آغاز بخش نو میخواستیم اندیشه های خود را درباره اشعار استاد لایق بیان میکردید. کدام خصوصیت خاص اشعار استاد لایق سبب شد که شعرهای استاد لایق را به آهنگ درآورید؟ بله، اولین بار که من همچون آهنگساز، همچون حافظ، همچون نوازنده با بستن موسیقی با یگان شعری شاعر شروع کردم. شعری کتاب لایق را، استاد لایق را گرفته شده دیدم که اونجا منطقه معنی سرود یک چیزی خود دارد، بسیار معنی های خوب، منطق های بسیار بزرگ دارد. با همچون آهنگساز گفته میتونم که استاد خود در وقت ایجادیات خود یک ما درس عروض میگوییم که این با آهنگ بندی بسیار یک چیزی ضرور دارد. همین چیز را هم اون کس بسیار حس میکردیم. آهنگ بستن شعری لایق، استاد لایق شعری این بسیار آهنگ ها و میفراد شعرشان، تقسیمات، وزن شعر خیلی میفراد. برای من بسیار پسند آمد این چیز. بیشتر از کدام موضوع ها انتخاب کردید؟ برای اینکه اشعار استاد لایق موضوع های گوناگون دارد، مادر، اجتماعیات، عشق و محبت، بیشتر کدام موضوع ها مورد توجه شما قرار گرفت؟ من اولین شعری که از استاد لایق ایجاد کرده آهنگ بستم این شعری مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست و با سرودی عشقی هم گرفتیم. این چیزا هم تیار کردیم با دو سه سرودها با وصف مادر، عشقی. من همه چیزهایی که استاد لایق ایجاد کردن این همش چیزی تکرار نشونده، چیزی بسیار خوب می باشد که برای صنعتکاران این آهنگ بسته خواندن این یک چیزهای خودش دارد. یعنی همین چگونه شهرت یار گشته نسبت سرودهایی که شما سراییدید، سرودهایی که از اشعار لایق انتخاب شده بودن، چگونه خلق پذیرفتن؟ البته خلق بسیار گوش کرده، بهای خوب دادن شعر و سرودها. هم اولینش من شنوندهایی که شاعرها یا که معنی شعر به بسیار درک میکنن آدم‌ها، اینو اولا شعر به بهای خوب دادن، آهنگ به گفتن خیلی که میگویند به ما بسیار موفقیت هایی در آینده باز قله های بلند، یعنی شعرهای بسیار باز از لایق تیار کرده خواندن به بسیار مساعدت کردن. خوب میشد که برای بولیده شدن خاطر بینندگان ما یکی از سرودها را میسراییدید. بله، من سرودی مادر و باز یک سرودی دیگر که خوش آمدی به سینه ای عشقی سینه سوزم هست، همین سرود خوانده میتونم، یک دو سرود خوانده میتونم. مرحمت باشد. من نوازنده خود شهرت جان با اینجا دایره نوازه تکلیف کردم. مرحمت. تکلیف میکنیم. مرحمت شهرت جان.
نظرم هر نظرم هدیه توست اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست در فضای ابدیت پی پروازی دراز در فضای ابدیت پی پروازی دراز مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست در رهی من همدم دیده تر داشته که از آن دیده تو شیری ترم هدیه توست من بجای تویم ای مادری بر جا مانده دیده روشنی فردا نگرم هدیه توست دیده روشنی فردا نگرم هدیه توست آفریدی تو مرا تازی جهان بهره برم بهره بردن زی همه بهرو برم هدیه توست مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه تو اثری دارم اگر آن اثرم هدیه تو اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست شیری ترم هدیه توست بال و پرم هدیه توست تشکر زیاد آوازتان خسته نباشد اطمینان دارم که انتخاب شما از اشعار استاد لایق محبوبیت در بین خلق می‌یابد برای اینکه استاد لایق آن موضوع‌های انتخاب کرده شعر ایجاد کردند که به دل خلق نزدیک است درد دل هر نفر را سراییدن و در پایان برنامه میگفتید نقشه های شما چگونه است در آینده برای ترغیب نمودن شعر معاصر ترغیب نمودن ایجادیات استاد لایق چگونه نقشه ها دارید؟ در آینده من یک نقشه دارم که یک برنامه تشکیل کرده یعنی شیر و شکر میگن با شعرهای استاد لایق یک برنامه تشکیل کرده تنها با این برنامه با شعرهایی که از استاد لایق تیار کرده شده است با همین شعرها یک برنامه کنسرتی تشکیل کرده با واسطه تلویزیون خلق پیشنهاد میکرده یک نقشه ما هست در آینده. سلامت باشید. و فکر شما مضمون برای با آهنگ در آوردن شعر از مضمون آن چگونه یعنی محبوبیت یافتن آن از مضمون آن شعر چگونه وابستگی دارد؟ یعنی در موردی که انتخاب درست آهنگ
و انتخاب درستی شعر یعنی میتواند که سرود را و حافظ را نیز شهرتیار گرداند و شناخته سازد. فکر شما در این سمت چگونه است؟ من میخواستم که همین بسیارتر برای انتخاب متن، یعنی اگر از این شعرهای استاد اگر تیار کردن، میخواستم که حافظایی حاضر نه سرود تیار کردن. بعضی حافظا میگن یک شعر مجبور آهنگ بمیمونن. همین بسیارتر من میخواستم که همین وزنش به همین وقتی آهنگ بندی و به اهمیتی جدیدی که تا که شعر یک درد و احساسی که میخوانن این شعر همین چیز برای خلق یک چیزی خودشه یک وی خودشه تیاد که سرود اگر که به آهنگ که بیزیب شد، اگر یکان شعر که به منطقی به جا یکان آهنگ به در آمد و البته خلق پسند نمی آید. وای من بسیار همین میخواستم که درد و احساس کردی خوانن شعر وزنش به درس عروض میگویم. باز یک بار دیگه من میگم این چیز به آینده و حافظای جوانی که از این اشعارهای استاد یا دیگر شاعرها تیار میکنن همینش به اهمیتی جدیتی هم که من همیشه خواهانم. خوب میشد که برای بولیده شدن خاطر بینندگان ما یکی از سرودها را میسرایدید. یاره بی تو نبود رنگی در گلشنی بهارم، بی تو نبود رنگی در گلشنی بهارم. شامدی بسینه عشقی سینه سوزم، تو زد زیاد تر با عشقی دل فروزم. شامدی بسینه عشقی سینه سوزم، تو زد زیاد تر با عشق دل فروزم. تو نداشوری دریای زندگانی، بی تو نداشوری دریای زندگانی، بی تو جوان نبودم در قسمتی جوانی، بی تو جوان نبودم در قسمتی جوانی. خوش آمدی بسینه عشق سینه سوزم، سوزد زیاد تر با عشق دل فروزم. خوش آمدی بسینه عشق سینه سوزم، سوزد زیاد تر با عشق دل فروزم. به هر مقامی هر چند ساختم من، چون سختی دلم را
دل را شناختم من به تو نبود برگی در گلشن بهارم به تو نبود رنگی در باغ گوزگارم خوش آمدی به سینه عشق سینه سوزم سوزد زیادتر با عشق دل فروزم خوش آمدی به سینه عشق سینه سوزم سوزد زیادتر با عشق دل فروزم عشق سینه سوزم. تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و سراییدن سرودهای دلانگیز. خوش آمدید میگویم به شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم. در آینده نیز با سرودهای دلانگیز در برنامه ما اشتراک کرده و طبع بینندگان ما را بریده خواهید ساخت. خوش آمدید. بینگرم بر چهره کودکان این جهان کودک نماید بر نظر، کودکی که حفظ باید کردنش مهر مادر دستی پرزوری پدر. طلعت مادر ببینم صبحگاه زندگانی بوی مادر میکند، از رخ او میتراود فیضی بخت دل به فیضی بخت باور میکند. بینندگان گرامی، باشد که دیدن تبسم زیبای کودکان و بخت و سعادت مادران به هر یکی ما نصیب گردد. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. خدا حافظ.